کارخونه هوندا. کارو ببین تابلو چجوری زده بالا. اینجا رو نگاه کن، کارخونه هوندا. به 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 به. این بعد از دربونش اجازه بگیریم اینجا. به به. انقدر راه اومدیم داغون شدیم. این شورومشه. به به. این بیمارستان میمونه. کارو نگاه کن. هوندا مانکی ویوم گذاشته 90 تومن. این ویو PCX 160 رنگ بندی هم داره. هوندا فورزا رو ببین تو کارخونه گذاشته چقدر، 159,000 تا. ضرب در دشکو میشه 320 میلیون تومن. کارخونه هوندا این قسمت پرسنلشه. باید اول اینجا کارا رو انجام بدیم، کارایی داری و بعد بریم ببینیم میتونیم بریم تو یا نه. خیلی آقا این سرزمین همه چی داره. ببینیم میشه کارو جمع کنیم تو آفیس، به کارتی بگیریم بریم تو یا نه. فعلا تو هماهنگیم ببینیم رامون میدن یا رامون نمیدن. این ما با این دوستمون قرار شد بریم، ببین قبول کردن دیگه، بریم ببینیم تو چه خبره دیگه. این همین از هوندا. اینا PCX های فول برقیه. ببین همه صفره، برای آمبولانس و پلیس که هنوز بیرون ندادن، مونتاژ شده کمپلت برقیه ها. این پشت من ساختمون ریسینگه، یعنی موتو جی پی رو این تو میسازن. ببین این شوروم هوندا ریسینگه، یعنی تمام ریسینگ ها، قهرمانای جهان، همه چی. موتور قهرمانیشون هم اینجا گذاشتن. موتور قهرمانی موتو جی پی رو نگاه کن، همونجوری اومده تو شوروم گذاشتنش. به به به. اینجوری ها. این استند رو نگاه، استندش هم کربونه. جب چیز خفنیه. به حلالت باشه. با کشتی های صفر نگاه کن، همه میان اینجا. این با کشتی های صفر این ورم میره خط تولید. به